مرده که از همسرش جدا می شود، یعنی همسرش طلاق میتیه و اینها چند فرزند دارن، آیا پدر حق داره که فرزنداش از مادرشون محروم بسازه؟ یعنی مادرشون از زیارت و دیداربینی فرزنداش محروم بسازه، منع بکنه، فرزندا را بگیره و دیگه مادرشون نشان نتیه. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، البته فرزندا را از مادرشون محروم ساختن، با مادرشون نشان ندادن از جمله گناهان کبیره به شمار می رود. خلاصه این قطع صله رحمی است که از جمله گناهان کبیره به شمار می رود. و در حدیثی که او را امام ترمذی روایت میکنه، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید هر شخصی که در این دنیا بین مادر و فرزندا جدا می سازه، یعنی مادر از فرزندش وقتی جدا می سازه، در روز قیامت بین او و بین نزدیکاش خداوند جدا می سازه. خطاب من به همو پدرهای هست که به احساسات داده شده میخواه همسر سابق شد جزا بتیه ولی فرزندای خود شد جزا میتیه. خطاب من برای این خیل پدرها ایه که از الله در حق فرزنداتون بترسه. شما تصور کنه که شما خردسال هستی و از پدر و مادر محروم میشوه، حال شما چی میشوه؟ حال همو کودکایی را ببینه که از مادراشون محروم هستند، چگونه ذلت خارقت اونها کلان میشوند. شما در حق فرزنداتون از الله بترسه. مادر حق داره که وقتی از همسرش جدا میشوه، فرزندا نزد پدرشون میمانن، حق داره که هر روز اگر میخواه فرزندای خودش هر زمان که میخواه ببینه، زیارت بکنه و اگر بخواه پیش خودش بگیره، چند روزی را در نزد خودش بمانه. خب یگان کسی حق نداره که فرزند از مادرش جدا بسازه. ها اگر در خانه خودت هستی و نمیگذاره که در خانه خودت همون مادر فرزندات بیاید و بدرایه، پس او حق داره که فرزندا را بگیره به خانه خودش بگیره بره. یگان کسی حق نداره که فرزندا را از مادرشون جدا بسازه. من حیران میشم به این خیل مردها که به احساسات داده میشون و میخواهن که همسر سابقشون جزا بتیان ولی فرزندای خودشون جزا میتیان. از الله بترسید حق فرزنداتون.